حملگر شورتیار ایت طلایی باشگاه شورتیار پامیر وزگن منسیان که تحت رقم 10 هنرنمایی میکرد و او را اسطوره رقم 10 مینامیدند در سن 66 از عالم چشم پوشید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 9 ژانویه سال 2024 با نشر خبری درگذشت این سابقه‌دار فوتبال تاجیک گفت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خانواده و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی بیان میکند. وزگن منسیان 18 مارس سال 1958 در شهر دوشنبه به دنیا آمده فوتبال بازی را در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان سر کرده است. سالهای 1968 تا 1970 در مسابقات توپ چرمین بین دسته‌های نورسان اشتراک کرده. بعد به مکتب ورزش رقم 5 در نزد ورزشگاه اسپارتاک آمد. نخستین مربیانش در اینجا والری فیض رحمانوف و والری کورچیف بودند. وزگن منسیان از سال 1975 تا 1979 در دانشکده ورزش تاجیکستان تحصیل کرده و در هیئت دسته این دانشکده در چمپیونات تاجیکستان هنرنمایی میکرد. در تیر ماه سال 1979 او را به هیئت پامیر باشگاه اساسی فوتبال تاجیکستان که در لیگ یکم چمپیونات SSSR هنرنمایی میکرد دعوت کردند. او از سال 1980 تا 1992 در هیئت پامیر هنرنمایی کرده. الکی در سال اول در 46 بازی 16 گل زد و بعد والری تورسونوف نشانزن رقم 2 پامیر شد. سال 1986 وزگن منسیان 27 گل زده جایزه بوتسی نشانزن جایزه نشریه کمسمول تاجیکستان را به دست آورد. سال 1987 در بازی با روسلماش در شهر رستو لبدان منسیان گل صدومش را در لیگ یکم را زد. در عموم وزگن منسیان در هیئت پامیر 425 مرتبه به میدان برآمده 123 گل زده است و در برابر والری تورسونوف و محسن محمدیف از بهترین نشانزن‌های هیئت طلایی پامیر دانسته می شود. سال 1989 آرزوی مخلصان تاجیک بالاخره برآورد شد و پامیر به لیگ عالی چمپیونات اتحاد شوروی را یافت. منسیان در این لیگ عالی نیز به پامیر کمک میکرد ولی در لیگ عالی همگی 3 گل زد. بعد فروپاشی اتحاد شوروی وزگن منسیان از تاجیکستان رفت و با زنیت از سنت پترزبورگ قرارداد بست، اما چند جرات به هم امکان نداد که او در هیئت این دسته جا بیابد. منسیان چند سال دیگر در دسته های اوکراین بازی کرد و سال 1996 به سابقه فوتبال بازی خود نقطه گذاشت، اما تاجیکستان رو او همیشه به نیکی یاد میکرد و سال 2013 وقتی که هم دسته سابقش محسن محمدیف سرمربی تیم ملی تاجیکستان شد منسیان به وطن برگشت و باعث یاور مربی تیم ملی تاجیکستان تا سال 2015 کار میکرد. تازه یک روز قبل از درگذشت وزگن منسیان شبکه تلویزیونی ورزش تیوی فیلم مستندی را درباره او با نام داستان رقم 10 به نمایش گذاشت. در این فیلم منسیان گفت من با شما ودانه میگویم من باز برمیگردم.